سلام آقا، طلای 24 عیار داری؟ سلام نه اینا 12 عیار 24 عیار تویی. شما خیلی اجرت میگیری. اجره چه رتی عزیزم، بازار رو گوه. ای پول که من برو رو خرسی بیو. طلا چه برندایی دارید؟ لوئی وی، بالانس، ورساچه، دشمن چین فک، اسکاجه. فعلا اینا رو در بیار ببینم چی میتونه بخری. بلندم خانم، به مناسبت فلک فرایده طلا شده قیمت مس شوهرت ببر زیر قسط. آقا طلا می‌خواستم آب کنم. یه انگی سر طلات بزنم که نبو نتیجت هم یادش نره. این چه طرز صحبته؟ آقا انگ شماره می‌خواستم سکه‌مو بفروشم. سکه یعنی تو فرق پولکی اصفهان سکه رو هم نمی‌کنی، یه تقلبیه. دیروز از خودتون خریدم. برو دیروز بیار. خانم آقا قرقو نکن، یه الانگوی بره عروسی میخوای بخری کل تایفر برداشتی بردی. آقا این انگشتر رو تنگه. بیا تا گشادت. اوه بیا تا گشادش کنم. بالاخره عروس خانم بله رو گفت. باز به دهن علف شیرین اومد آخر. بیا تا حلقه با حجت بدم 7200، بدون حجت بدم 5 تا. اجرت منظورته؟ قابل توجه عزیزانی که فکر کنن طلا فروش عوضشون خیلی خوبه. ببینم یه چی پیدا می‌کنی تو توی. آقا طلای بدون اجرت می‌خواستم. طلای بی اجرت آبجی گرم. فقط میتونم یه بدمت. چطوره قشنگه؟ من بی اجرت. نمیشناسم چی نوشته. طلا چنه امرو؟ وای طلایی. آقا قیمت طلا چنه؟ الان که داریم حرف میزنیم کاش حرف نمیزدیم. دو تا ما رفت فروش. آقا سکه میخوام امامی. سکه چه امامی؟ بذار زنگ فلزی بیار زبونمو تیز کنم، مشتری داره میاد. این شکم نیست، مورای کمر رو ماپوش زده در. چقدر گرون خریدی؟ سر اجرتش نشستم بهت. از خودت خریدم. آقا می‌خواستم این علنگوامو بفروشم. فاکتور داری؟ نه. خانم این تتایی که زدم حاصل آخر معامله بی فاکتور منه. تو بند داشت عادل آباد زدم. یه سیم کارتی هم داشتم، همچین شرکت ایرانسل نیوردش که خودم آزاد شدم.